سلامی دوباره. خوشحالم دوباره کنار هم هستیم. با این شروع کنم. ازم سوال کردن در مورد تحصیل در دانشگاه. من موافق با تحصیل در دانشگاه نیستم برای کسی که میخواد فیلمساز بشه، اما برای کسی که میخوان مونتاژ یاد بگیرن، فیلم برداری یاد بگیرن، تدوین یاد بگیرن، شناخت سینما رو یاد بگیرن، به عنوان یه منتقد بیان بیرون، نقد فیلم یا تهیه کنندگی، یه دوره 1-2 سال خوبه. برای فیلمساز موافقش نیستم، چون اونجا به تو یاد میدن که مثل دیگران به سینما نگاه کنی، دیگه اون پنجره ساز نیستی، دیگه بهت اجازه نمیدن سرچ کنی که دیوار پیدا کنی و دیوار رو خورد کنی و پنجره جدیدی بسازی. بهترین دانشگاهی که من میشناسم دانشکده صدا سیما بود که اونجا من نزدیک 6 سال درس خوندم، ولی لیسانسمو نرفتم بگیرم، ولش کردم، چون اعتقادی به دانشگاه نداشتم. با اینکه دوست استاد فوق‌العاده داشت مثل آقای جهرومی، آقای اوحدی نازنین و بچهای خوب دیگه، ولی بیشتر میخواستن ذهن تو تغییر بدن، به تو اسلامی که اونها دوست دارن تدریس بدن، به تو نگاه بدن که بتونی برنامه سازی کنی تو تلویزیون در بداغون اونجا. اونا رو اصلا ول کنی، دانشگاه رو بذاریم کنار. اگه میخوای فیلمساز ویژه‌ای باشی، فیلمساز مستقلی باشی، فیلمساز صاحب نگاه باشی، با فیلم کوتاه‌سازی، با تمام اون چیزایی که تو ویدیوهای قبلی گفتم و دستیاری میتونی سینما رو تجربه کنی. تو دانشگاه استادایی که میان به شما سینما یاد میدن میان کتاب میخوام، اونا رو تو میتونی بخونی. اتفاقا تو تشنه‌تر و گرسنه‌تر میتونی بخونیش تا استادی که 1000 تا دغدغه مالی داره، خانواده داره، باید خرجشو در بیاره، اون فوکوسی که باید داشته باشه نداره. پس نجنگیم برای دانشگاه. من بزرگترین افتخار زندگیم اینه که درس خوندم ولی مدرک ندارم. من فراریم، من یه دانشجوی فراریم، پوزش بیشتر از دکتراست برای من، باور کنید. و یکم یاغی باشیم. زمانی من دانشگاه تهران رو، دانشگاه صدا سیما رو رفتم به خاطر فقط خوابگاه بهم بدن. بعد یه سال فهمیدم اونجا دارم تبدیل میشم به یک ربات. اونجا زدم بیرون و سختم بود برای اجاره خونه اینا بدم. ولی از روز اول به خودم میگفتم تازه تو اومدی و راهی نداری و نمیتونستم ول کنم، چون قرارداد داشتیم ما. وقتی که وارد میشی به صدا سیما با 8 سالم برایشون در یه تلویزیون دورافتاده، مرکز دورافتاده خدمت بکنیم. او تو دانشگاه فقط اون خوابگاه رو به ما دادن، بقیه‌اش مزخرف بود و بس. نمیتونم مثل بیارم، وگرنه واقعا اذیت بودم. حراست و اطلاعات و استادای حزب اللهی و سپاهی و همه اینا اونجا بودن. دانشگاه نه، به خصوص در ایران نه، بذارش کنار. حالا بیرون بود بخونید. زبان انگلیسی به درد الانت میخوره که اپلای کنی و سریع بری وارد دانشگاه بشی. من باشم نمیرم برای دانشگاه، تمام وقتمو میذارم برای اون کارهایی که بهتون گفتم: زبان، مطالعه، عکاسی، نقاشی، موزیک، تمام چیزایی که کمک میکنه، تمام بندا و شاخهایی که کمک میکنه به کاره. و بحثم فقط سینما نیست، تو همه رشته هاست. تهران رو میخواستم اینو بگم. وقتی که تهران بودم، خاطره جالب بهتون بگم. من میخواستم متفاوت باشم. گفتم تو از شهرستان اومدی اینجا، میخوای چیکاره بشی؟ و می‌دونستم کاری نمیتونم بشم. بعد شروع کردم به این که متفاوت باشم. همیشه دیر میرفتم سر کلاس، 10 دقیقه دیر میرفتم. از اون به استاده گفتم من سرپرستی خانواده‌ام میشه 10 دقیقه زودتر از کلاس برم بیرون. همیشه 10 دقیقه زودتر میرفتم، فقط نشون بدم که من متفاوتم. ولی متفاوتم نبودم. بچه‌های با استعدادم اونجا بودن، ولی اینقدر این بازی رو کردم. میخواستم برم خوابگاه، سعی میکردم تاریک بشه. تو پارک موزیک گوش میدادم یا یکم کتاب میخوندم، بعد میرفتم. هی گفتم متفاوت باشم. بعد یه روز گفتم اوکی تو متفاوتی، اوکی، ولی چی داری؟ باید یه دستپختی داشته باشم دیگه. شروع کردم به فیلم سازی، عکاسی تبلیغاتی. بعد تو مهد کودک ها کار میکردم، به خاطر اینکه گفتم پول خانواده رو در بیارم، ولی یاد میگیرم. همیشه در پروسه یاد گرفتن بود و یک خشم درونی هم داشتم که لذت میبردم از این خشم، چون میخواستم کسی بشم. گفتم من اینجا برای چی اومدم تو این تهران درندشت؟ چی میخوام؟ خب باید بشم یکی از فیلمسازای خوب، باید بشم، باید بجنگم براش. تلاش کردم ولی نشد. به هر حال همین اندازه است که الان باهاتون هستم، ولی تلاشمو کردم. جهان خودتو بساز. از دیگران وام بگیر ولی جهان خودتو بساز.
عکس ببین، نقاشی ببین، فیلم ببین، ولی از فیلتر ذهنت رد کن و یه چیز دیگه ازش بساز. یه جمله توی کتاب میخونم 10 تا شات برام میاره، یه شعر میخونم 10 تا شات به من میاره، سری میرم شاتا رو میکشم. نقاشی به این درد میخوره که الان بدونم. تو کشیدن فاجعه بودم، الانم هستم، ولی یکم دارم یاد میگیرم. سری بتونی تصویر خلق کنی از نوشتهایی که داری میخونی. با بچهای ادبیات تا میتونید دوست بشید، با بچه‌ای که هنر دیگه دارن هم دوست بشید، نقاش، عکاس، موزیسین، اینا شما همدیگه رو کامل میکنید. کنتراست شدید یعنی ارتباط بیشتر و کاملتر شدن. رفتن به خارج من توصیه نمی کنم. من الان 11 سال بیرونم، ولی بیشتر وقتا میرم یه ذره نزدیکترشم به ایران، به کردستان عراق میرفتم که الان دیگه متاسفانه نمیتونم برم، شاید اونجا سخته و نمیشه رفت. حالا داستان داره که ویران کننده است. بعضی وقتا استانبول میرم، بعضی وقتا دبی میرم، بعضی وقتا تاجیکستان میرم، یه ذره نزدیکشم به ایران. چرا؟ چون ما ماهی رو راحت تر، یک ماهیگیر ماهی رو راحت تر توی رودخونه یا توی برکه میگیره تا اینکه بزنی به اقیانوس و ماهی بگیری. شانس دفعان تو اقیانوس خیلی کمتره. پس نرو تو جهان ماهی بگیر، ماهی تو برکه نزدیک لوکیشن تو بگیر، داستاناتو تو اون اطراف پیدا کن، قهرماناتو اونجا پیدا کن. عمر طولانی نداری ها، 20-30 سال میتونی خدمت کنی، کار کنی، لذت ببری. پس زیاد دور نرو، زمانتو بکش، بیا این ورده تا بری یه جای دیگه، تا بری یه زبان دیگه بیرون یاد بگیری، آلمانی یاد بگیری، فرانسه یاد بگیری، تا به توی مجوزی بدن، پولی بدن، مجوز نه تا یه بودجه‌ای بدن، تو ویران شدی. ریشد اونجاست، همونجا واسه کارتو بکن. هر از گاهی اگه پیش اومد بزن بیرون، مثل مرحوم آقای کیارستمی بیرون فیلم بساز. به هر حال جمهوری اسلامی ایران منو بیرون انداخت، ولی وایسادم و الان داره تازه دارم 11 سالگیمو دارم جشن میگیرم. اون بهمن رو دفن کردم، امروز 11 سالمه. از نو شروع کردم به آن چیزی که میخواستم به دست بیارم، به دست نیاوردم. پس اعتقاد دارم که میشه دوبار زندگی کرد. دوبار. یعنی الان من یه بارش تموم شد، تو جوونی در یک سانحه‌ای تصادف کردم، الان دوباره به دنیا آمدم. پس اگه هم سن منی، اگه 30 سالته 40 سالته، قصه نخور که از دست دادی. همین الان بنویس دفن شدم. دفن کن، خوباشو نگه دار تو ذهنت. اون آشغالا رو گفتم پرتش کن، بذار تو قصه، پرتش کن، داستان بنویس، بندازش توی آشغالدونی، بندازش توی اتاقت، از نو به دنیا بیا. حتی 3 بار میشه زندگی کرد. هر وقت یک بحران بزرگی برات سراغت میاد، یه تراژدی میاد، فقر، جدایی، مرگ، هر چی، سری اونجا بنویس من مردم در یک سانحه تصادف، دوباره به دنیا بیا، دوباره از نو بیاموز. آنچه که نکردم میگم آخ کاش که بچه بودم کتاب بیشتر میخونم، ای کاش که نقاشی میکردم. همه اینها رو الان باید انجام بدم و انجام میدم. پس بمون، یه ذره بیشتر اونجا بمون. بند تناب بادبادک تو ولش نکن، هر جا بره باد میبره یه جایی که اصلا سقوط میکنی. بند تو ببند به یه جایی، بند بادکنک تو ببند، بادبادک تو ببند توی جایی که سرزمینته، شهرته، بانه، سنندج، شیراز، اصفهان، جنوب، شمال، هر جا هست بند رو ببند، ول نکن. خشم و عصبانیت رو سعی کن تو کارات که میاری تبدیلش کنی به یک انرژی مثبت. این که میگم من هر وقت عصبانی بودم فیلم خوب فکر کردم، فیلم خوب، سکانس خوب ساختم. و من فیلمام هیچ وقت دوست نداشتم و ندارم. شاید از هر فیلم یه سکانس دوستش داشته باشم. اینا رو میگم که بهتون میگم ما سفیر صلح و آشتی و عشق هستیم. ما قرار نیست فیلم بسازیم بر علیه دیگران. اگه قرار باشه ما بی اخلاق باشیم، خب کل کره زمین رو بی اخلاقی الان یه جورایی گرفته. ما قرار این بی اخلاقی و این آلودگی اخلاقی رو یه ذره کمش کنیم. ضد همدیگه فیلم نسازیم، ضد همدیگه نشیم، فحش ندیم به اقوام، به ملت‌های دیگه. یعنی غلط می‌کنیم این کارو بکنیم. کار ما نیستیم. کاری زیر آدمای دیگه است که لومپنای سیاسی ان، لومپنای بیزنسی ان، بذار اونا فحششون رو بدن. ما باید به مردممون خوراک دوستی و صلح و آشتی بدیم. هنرمون برای اینه، به این دلیل سراغ هنر اومدیم. پس شعار ندیم تو فیلم همون، شعار ندیم بر علیه هم دیگه. دیدی چقدر فیلم ساز شعاری الان توی جمهوری اسلامی ایران درست شده، توی سینما ایران. به این دلیل وضعیت سینمای ما اینه. همه چیز میخوام تو فیلم همون فحش بدیم به این و اون. نیازی نیست.
حرفت بزرگ باشه، حرفتو بذار همه بفهمن. اگه حرفتو همه فهمیدن، تو یک انسانی که با زبان به دنیا نیامده، با دینش به دنیا نیامده. ما با عشق به دنیا آمدیم و کارمون هم اینه که با عشق بچه به دنیا بیاریم. بچه هامون نقاشی هامونه، عکسامونه، فیلمامونه. جهانی باید فکر کنیم. آره، در مورد مسائل جهانی حرف بزنیم. مسئله محیط زیست، عشق، مرگ. همه مرگو میفهمن، همه عشقو میفهمن، همه تأثیر موزیکو میفهمن. احترام به بزرگترها، پیری، کودکی، نابینایی، ناشنوایی. فعلا سراغ اینا برید، ولی امضای قومی تو داشته باش، امضای ملی تو داشته باش، ملیت تو داشته باش. اگه میگم تعصب اینجوری نیست که مثلا من کردم باید فیلم کردی بسازم، نه، من حق دارم فیلم عربی هم بسازم، فیلم ترکی هم بسازم، فیلم انگلیسی زبان هم بسازم، فیلم به زبان کرات دیگه هم بسازم. مسئله چیه؟ به هر حال فیلمی که قراره فیلم کردی که قراره مثلا فرانسه ببینیم باید ساب تایتل فرانسوی بخوره. باز این بحثا برمیگرده به کار بعد. ما الان همچنان درگیر تجربیاتمون باید باشیم و دور نریم. آروم باید بریم جلو، آروم باید حرکت کنیم و تمام این مسیر رو باید لذت ببریم. یادم تو بانه نبود، من اونجا به دنیا آمدم ولی 10 سالگی 11 سالگی رفتم سنندج. یه کوه زیبایی داره به نام آبیدر. 14 سالم بود، 15 سالم بود. بچه‌ها تو تاریکی میمدیم دنبال همدیگه، 10 نفر میشدیم تو تاریکی مطلق، میرفتیم کوه آبیدر. بیشترم زمستونا میرفتم، پاییز و زمستون. هیچ 2 صبح میمدن دنبال من، 3 صبح تو تاریکی مطلق. ما 3 ساعت راهپیمایی میکردیم، کوه پیمایی میکردیم تا میرسیم به نوک کوه. هیچ کسی رو نمیدیدیم. ما با خودمون شیر و خرما اینا رو میآوردیم، میرفتیم اون بالا. دوستا عکاس بودیم، سپاهی میذاشتیم و از بالا اومدن آفتاب رو به این ور میخواستیم عکاسی کنیم. بعد که عکاسی میکردیم، خرمای له شده و شیر یه جور ماست شده رو میخوردیم و بعد یه پلاستیک میذاشتیم زیرمون و سر میخوردیم دوباره رو به پایین. بعد که اومدم بیرون و توی غربت موندم، یه ذره فکرم به اون خاطرات. دیدم این 3 ساعت یعنی 30 سال تلاش ما برای رفتن به یک بلندی. بهترین بیزنسمن باشیم، بهترین فیلمساز باشیم، بهترین عکاس باشیم. وقتی که بهش برسی زیاد اون بالا نیستی، با سر بخوری بیای پایین. پیری، برگرد دوباره جای خودت. لذت ما نبردیم. تمام عکسامون بالا میگرفتم، همم رو به آفتاب میگرفتم. هیچ کی نبود رو به اونور تأثیر نور آفتابو بر کوه اونوری، رفلکشنشو بر کوه اونوری بگیره. نمیگرفتیم و اینقدر عقل نداشتیم که مثلا 5 صبح بریم. چرا از دم در من چشم دوستام و لباسای دوستامو من نمیدیدم؟ چرا از اونجا باهاشون هر 100 متر با یکشون حرف نمیزدم؟ چایهامو تو راه میخوردم، شیرمو تو راه میخوردم تا خراب نمیشد، خرمامو تازه میخوردم تا له نمیشد تو پلاستیکه. الان اگه برگردم سعی میکنم بالا، واقعا نمیخوام برم، اصلا مسئله‌مون بالا نیست، به خاطر عجله نمیکنم تو فیلم سازی. سعی میکنم یه ذره نزدیک به بالا اونجا وایسم. بالا رفتن دیگران رو باید ببینیم و خوشحال باشیم. بالا نمیری که ذره بتونی با عصا برداری، پیری تو آروم آروم برگرد و توی راه دوباره سلامی بده به دیگران، عکس اونجا بگیر. تو مسیرم عکسای خوب تو مسیرته، نه اون بالا. چون همین میخوام برم اون بالا، تو نرو، تو اون عکسات اون مسیر بگیر. من نگرفتم. لطفاً تو مسیر لذت ببری. تو این لحظه که حرف میزنیم بهترین عکس الانه، بهترین خاطراتت الانه که با تیمت جمع میشید فیلم میبینید. هیچ خاطری تو ذهن من نیست به جز روزای بانه و سنندج و فیلم دیدنامون توی خونه این و اون. باور کن تهران درنده، هیچ خاطری از تهران ندارم. غرق بودیم. لذت تو همین گام‌های اولته. مگه تو 20 تا بچه‌م بسازی، لذت بچه داری اینا رو تو همون 7-8 تا بچه از دیگه بقیه‌اش میشه تبدیل میشه به یک ماشین. عشق تو این چند تا اولیه است. خاطرات تو این همین چیزاست. دوستیاتو زود تموم نکن. دوستیتو نگه دار. من اینو نمیدونستم. دوستای خوبی داشتم و رفتیم، جدا شدیم. خیلی اشتباه کردم، خیلی غلط کردم. چون هر چقدر خاطرات طولانی مدت داشته باشی تو افسرده تر نمیشی. توی دوستات عوض کن، مثل اینه که کتابخونه ذهنتو توش مجله بذاری، مجلات زرد بذاری. تو کتابخونه ذهنت کتاب منبع بذار. کتاب منبع یعنی کتابی که 20 سال روش کار شده، یعنی دوستی هایی که 20 سال روش کار کردیم.
دوستیاتون رو نگه دارید، تیم بسازید، با همه آرتیستای خوب امروز آشنا بشید، شاید اونا بهترین آرتیستای دنیا شدن. عکس بگیرید، یادداشت بردارید، بعداً افتخار میکنید که سالها کنار هم بودیم. نمیدونستم با یه فیلم بردار خیلی خوب مثلا کار میکردم، بعد میگفتم شاید یه فیلم دیگه یه دفعه 3-4 تا فیلم دور میشه ازش. خب به هر حال من خوشبختانه همه آدم‌های تیمم رو دوست دارم. شاید 1-2 تا از من ناراحت شده باشم، مثلا فلان فیلم برداری که فیلم بعدی باش کار نکردم، چون رفتم برای پروژه‌م یه فیلم برداری دیگه دیدم، بهش گفتم تو حق داری با کارگردان دیگه کار کنی، ولی چرا من حق ندارم با فیلم برداری دیگه کار کنم؟ دوستیاتون رو حفظ کنید، عشق بدید به هم دیگه، اینقدر مثبت بیاندیش، اینقدر کلام مثبت از تو بیاد بیرون که بره توی فیلم ها و راه مثبت باز میشه، میاد جلوی راه فیلم ها و لا غیر. هر چقدر منفی نگاه کنی منفی از دست میدیم. واقعا منفی نباشیم. من یکم تو دوره توی دانشگاه اذیت بودم، از دست سری فیلمساز عصبانی می شدم. بعدها که فیلمساز شدم دیدم من اگه دستیار بودم، مثلا اگه دستیار آقای فلان فیلمساز بودم، چایی بهش دادم زد رو دستم، بعدها دیدم من یه جایی میتونم من خشکی ولی خوشبخته نزن تو دست کسی. دیدم تنهاست، فیلمساز خیلی تنها، خیلی تنها. من دل همه رو باید به دست بیاری. صدا بردار صداشو میگه میره. فیلمساز بدبخته که باید همه رو راضی نگه داره. اگه اخلاقی باشی، اخلاقمند باشی، باید همه رو راضی نگه داری. اگه اخلاقمند باشی باید همه رو راضی نگه داری. زیاد حرف زدم تا بعد.